بچه‌های خوب 12 سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم برای حل تامین‌ها و سلطه امتحانات شهریور 401 که از تمرین کتابتون انتخاب شده. اول خرداد 401 رو ببینید، بعد بیاید شهریور و دی همون سال رو ببینید و 402 هم براتون شامل هم نگاه کنید. از سال‌های گذشته هم حل شده بود ببینید. کل تامین‌ها و مثال کتابتون براتون حل شده شده پی دی اف، هم تو کانال آپارات هم رو سایت خودمون مرجع آموزش فرخی تو گوگل بزنید براتون میاره. اینا رو حتما خوب تمرین بکنید، بدون استرس برید و اگه امتحان خوبی رو بتونید ان شاءالله بدین و نمره بالا بگیرید. بچه‌ها سوال اول گفته عدد 4 همسایگی این باز است. بله، داخلش قرار گرفته، کاملا درست. گفته براکت x در صفر مشتق پذیره. بچه‌ها صفر چون این داخل رو روند میکنه، توش روند میشه، اصلا پیوسته نیست. چون پیوسته نیست پس مشتق پذیر نیست. این گفته مشتق پذیر است، پس این چیه؟ نادرست. هر نقطه دلخواه از دامنه تا به ثابت نقطه بحرانیه. بله، نقاط بحرانی نقاط مشتق پذیر و مشتق ناپذیر بودن، چون تا به ثابت صافه جزو نقاط مشتق پذیره و هر نقطه روش جزو نقاط بحرانیه و این کاملا یک عبارت بچه‌ها درست بوده. اما سوال دوم ضابط وارون از من خواسته. اولا که ضابط وارون x به توان 3 میشه ریشه سوم x. چطوری؟ نگاه کنید. گفتیم با روش بلا میریم. x چه بلایی به سرش اومده؟ x به توان 3 رسیده، پس ما یه x اینجا میذاریم، برعکس میریم، به جای توان از ریشه استفاده میکنیم، پس میشه ریشه سوم x. گفتیم با روش بلا اینا راحت حل میشه که چه بلایی سرشون اومده. شکلی که از برخورد یک صفحه با یک جسم هندسی سطح مقطع بچه‌ها بهش میگن سطح مقطع. حتما از فصل 6 اینا رو خیلی خوب حفظ باشید تا ان شاءالله بتونید به سوالاتش جواب بدیم. سوال بعدی گفته نمودار رو رسم کن، دامنه چی رو بگو. چشم آقا، من گفتم توی خرداد 401 این دوه الان برده، یعنی ایگرگا باید مستقیما ضرب در 2 بشن. این مال دامنه است، گفتیم به جایی که منوی 1 بشن ایکس همون باید به علاوه 1 بشن. خب بریم اینجا بچه ها نقاط رو انتخاب بکنیم. نقطه اول من ایگرگش 3 بوده، ضرب در 2 بشه میشه 6. ایکسش هم منفی 2 بوده، علاوه میشه منفی 1، میشه منفی 1 و 6 میشه این نقطه. این نقطه انتقال پیدا کرد به اونجا. نقطه دوم بچه‌ها ایگرگش منفی 2 بوده، ضرب در 2 بشه میشه منفی 4. ایکسش هم 1 بوده، علاوه 1 بشه میشه 2، پس میشه 2 و منفی 4. 2 و منفی 4 میشه اینجا، یعنی این نقطه انتقال پیدا کرد به اونجا. ایگرگای نقطه 2 برابر شد، ایکسش به علاوه 1، یعنی 1 باید به سمت راست بچه‌ها. خب درسته؟ این است. نقطه بعدی هم بریم معلوم بکنیم با یک رنگ دیگه. ایکسش که 4 بوده یه دونه بریم میشه 5، ایگرگ 0 ضرب در 2 میشه 0، پس دوباره میشه 5 و 0 میشه اینجا. ما فقط کافی بود اینا رو با هم دیگه چیکار کنیم بچه‌ها؟ وصل بکنیم. به این حالت میشه شکلش. راجع به دامنه و برد تابع از من سوال پرسیده بچه‌ها. دامنه‌شو پرسیده. من دامنه‌شو می‌نویسم براتون. دامنه یعنی حدود ایکس. الان حدود ایکس این از منفی 1 تا 5، از منفی 1 تا 5. اگر طراح بردم میخواست حدود وای ها رو میرفتیم بچه. حدود وای های من از اینجا یعنی منفی 4 تا اینجا یعنی 6، میشد بین منفی 4 تا 6. اگه از من برد تابع رو میخواست اوکیه بچه ها. اگه از من چی میخواست؟ برد تابع. خب میدونم داری فایل نگاه میکنی، زحمت کشی، حتما بنویس. تو ترکیب تابعی به صورت زوج مرتبی تابع دوم تو بردار و هاشو بردار، بینشون فلش بذار. الان مگه نگفته ژ او اف آخر اف اومده، ژ او اف. اف رو برمیدارم به جای این و بچا از فلش استفاده میکنم. از چی استفاده میکنم؟ از فلش، یعنی به جاشون از فلش میدم. نگاه کن اف رو بریم 0 به منفی 1 وصل بوده، 5 و 9 و اینجوری می نویسم، 3 و 7 هم اینجوری، منفی 2 و 4 هم اینجوری. حالا میام میگم بچه ها این دومیای من تو تابع جی به کی وصل بوده؟ یعنی منفی 1 اینجا به کی وصل بوده؟ به 4. 9 به چی وصل بوده؟ به 0. 7 به چی وصل بوده؟ 7. 4 به چی وصل بوده؟ هیچ. بعد میام وسطی ها رو حذف میکنم، دوتایی هایی که از ردیف اول و سوم میمونه جواب منه، یعنی میشه 0 و 4
زوج مرتب بعدی میشه 5 و 0 و زوج مرتب آخری میشه 3 و 7. آخریه رو چرا نمی نویسم چهارمیه رو؟ چون اینجا به چیزی وصل نشده بود. ما نمیتونیم فقط بگیم منفی 2 و خالی بذاریم، چنین چیزی نمیشه. سوال پنجم راجع به دوره تناوب مقدار ماکسیمومی سوال پرسیده. اینجا ضریب 3 داشته. من تو همایش تریتی نسبت مبحثی حل کردم با ضریب 1 حل کردیم برای چه کاری به غلطای پیش نداشت. چون اینجا خودت نهایی داریم حل می‌کنیم، بعد حواستون به این ضریب 3 باشه. خب نگاه کنید اینجا رو بچه‌ها. الان برای پیدا کردن دوره تناوب من تو 401 گفتم تی میشد 2p به روی قدر b. درسته؟ پس دوره تناوب من میشه 2p به روی قدر مطلق b. قدر مطلق b ضریب x رو میگفتیم b میشه قدر مطلق p مثبت خودش میاد بیرون. پس p با p میره، جواب میشه 2. این شد دوره چی؟ تناوب. ماکسیموم رو بریم بچهای من. ماکسیموم رو گفتم چه کار کن؟ تو 401 دوره قبلی قدر مطلق a به علاوه c. مینیموم رو گفتم چه کار کن؟ تو دوره قبلی قرینه قدر مطلق. پس وقتی میگم از 401 شروع کن، از 401 شروع کن. توی گوگل کافیه بنویسی به فارسی مرجع آموزشی فرخی، اینترنت ریاضی فرخی، آموزش فرخی، هر کدومو بزنی میاره. بعد راحت میتونی از همه فیلم رو بجز درس ریاضی از درس دیگه هم چیکار کنی؟ استفاده لازم رو ببری. قدر مطلق آ به ضریب این میگیم آ، پس میشه قدر مطلق 3 به علاوه سی. سیمون چند بوده؟ 2 بود که میشه 5. قرینه قدر مطلق آ به علاوه سی که این میشه منفی 3 و این میشه منفی. پس مینیمم منفی که و ماکسیموم 5. سوال 5 هم خیلی ساده به جوابش رسیدیم. راجع به معادلات من بگم یه درسنامه کوچیک نگاه کن. کلا ما برای سینوس یه چیزی ضرب در کوسینوس یه چیزی قانون نداریم، ولی میتونیم ضریبشو نصف کنیم، کمانشو دوبل کنیم، سینوس رو بنویسیم. پس اگر به من گفتن 2 تا سینوس x کوسینوس x چی بوده، ضریب و نصف کنم میشه 1. یک رو تو ریاضی نمی نویسیم، کمانش x 2 برابر میکنیم با سینوس y میشه سینوس 2x. نیازی نیست اینو حفظ کنید. دید من چه مدلی گفتم؟ این یه مدل دوم اگه داشتیم کوسینوس 2x که بچهای حسابان اینو میشه کوسینوس x علاوه کوسینوس x اثبات میکنم میشه کوسینوس 2 منه سینوس 2، اما نیاز بهش نداریم، میشه کوسینوس 2 منه سینوس 2. این یه رابطه است. اما رابطه دیگه ای هم داره. ما میتونیم یه بار جای این 1 بذاریم به اون ضریب 2 بدیم، یه بار جای اون 1 بذاریم به این ضریب 2 بدیم، یه بار جای اون 1 بذاریم ضریب 2 رو به اون بدیم، یه بار جای اون 1 بذاریم ضریب 2 رو به این 1 بدیم. نمیخواد حفظ کنیم اینا رو میتونیم به جای هم چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. خب اینو برای چی گفتم؟ نگاه کن. توی معادلات مثلثاتی که به شما میدن، اینجایی که دارید میبینید بعد از یک جنس باشه، بعد شروع کنیم حل کردن. خب اینا 2 تا جنس داره، یه سینوس داره یه کوسینوس. ما که نمیتونیم خود سینوس رو به کوسینوس بنویسیم اینجا اصلا بگم، ولی کوسینوس 2x رو واسش رابطه داریم. میگیم ما کوسینوس 2x میشد کوسینوس 2 منه سینوس 2. چون اینجا جنس سینوس دارم، سینوس رو نگه میدارم، جای این یکی 1 میذارم، به این ضریب 2 میدم. پس اینو میتونم چجوری بنویسم؟ کوسینوس 2x رو بنویسم 1 منهای 2 تا سینوس 2x منهای 3 تا سینوس رو خودش رو بنویسم به علاوه 4 هم خودش رو بنویسم. بچه ها تا اینجا اوکیه. من یه تیکه رو پاک میکنم. میدونم تو قلم خودکار کنارته، ریاضی با دیدن نمیشه، باید حل بکنی. بچه ها مثل رانندگی، تو با دیدن کلاج و دنده و ترمز ماشین حرکت نمیکنه، بشینی پشت فرمون حرکت بدی ماشین. خب اینو بذارم مرتبش کنم، یه منفی هم ضرب کنم پشت تواندون منفی نباشه، میشه 2 تا دونه سینوس 2x. این هم ضرب در منفی بشه میشه مثبت 3 تا سینوس. 1 با 4 میشه 5. ضرب در منفی هم بکنیم میشه منفی 5. همه رو ضرب در منفی کردم و مرتبش کردم. خب حالا مجموع ضرایب 0، پس یه ریشه میشه 1، یه ریشه که سینوس x بوده میشه مجموع ضرایب 0 سی عام که میشه منفی 5. ما میدونیم سینوس و کوسینوس برشون بین منفی 1 تا 1،
پس این منفی 5 دوم رد کرده داخل بازه من نیست، پس این کلا غلط. سینوس x شده 1. بچه تو دایره مثلثاتی، توی دایره چی؟ مثلثاتی ما میدونیم سینوس بچه ها اینجا حاصلش 1 میشه تو 90 درجه، یعنی رو مضارب زوج پی وایسیم، اندازه پی دوم بریم جلو. پس میگیم کمان من روی مضارب زوج پی وایسه، اندازه پی دوم بره جلو. این تا اینجا حل شد. تو سوال حل شد، تمام. فقط میخوام این سیرت بگم، دیدی بعضیا حفظ میکنن نمیفهمن ریاضی چیه. میگه آقا بررخی مگه نگفتی میشه مضارب زوج پی به علاوه آلفا، مضارب زوج پی به علاوه پی منهای آلفا. خب پی منهای پی دوم دوباره میشه پی دوم، یعنی میخوایم دو کاپی به علاوه پی دوم، دو کاپی به علاوه پی دوم. خب همون یه جا داره نشون میده دیگه. همینو یه ضرب بنویس، نمرتو بگیری، نخواستی باشه اونو برو، خودت میدی دیگه، اون دست خودت. بریم اینجا بچهای من. گفته حدود زیرا در صورت وجود حساب. بچه 9 بذاریم بالا میشه 0، 9 بذاریم پایین میشه 0. چون رادیکالی داره باید ضرب در مزدوج کنیم. حواست باشه اگر رادیکال از فرجه 3 داشت بعد چاق و لاغر به جمله لاغر رو بد داده، بعد جمله چاقو که 3 جمله است بسازی کنارش ضرب کنی چاق و لاغر بری. ولی وقتی که توان فرجه 2 داری با همون آمنای بی آی به علاوه بی، یعنی مزدوج اصلی حل میشن. خب پس میتونیم اینو چیکار بکنیم؟ تو رفع ابهامش خودشو بنویسیم، یعنی رادیکال x منهای 3 به روی x منهای 9 ضرب در مزدوج بالایی میشه رادیکال x به علاوه 3 رادیکال x به علاوه 3. تا اینجا اوکی بچهای من؟ اوکی تا اینجا. خب حالا بریم برای حل کردنش. خوب دقت کن، بالایی و مزدوجه دو تا عبارت مثل هم، یه بار کم یه بار جمع. گفتیم جفت توان 2 علامت کم. درسته بچه‌ها؟ رادیکال x به توان 2 برسه میشه x، 3 به توان 2 برسه میشه 9. پس کلا میشه x منهای صورت. مخرجم یکیشو می‌نویسم، یکیشم میگم یکیشو می‌نویسم، دو تاشم می‌نویسم، ساده کنار هم می‌نویسم. نویسم x منهای 9 در رادیکال x به علاوه 3. x چه عملیاتی داشت میزد؟ به سمت 9 میل میکرد. اینجا هم x به سمت 9 میل. حالا نگاه کن، اینا با هم میرن بالا میشه 1. 9 رو بذارم اینجا میشه 3، با 3 میشه 6. جوابم کلا میشه 1. این شد از اولین حل. بریم سراغ دومیه. بچه گفته پی دوم میشه 1 به روی کوسینوس 90 درجه، یعنی میشه 1 به روی 0. اما چه صفری؟ گفته پی دوم بیشتر. ببینید بچه ها، توی پی دوم بیشتر اینجا پی دوم بیشتر اصلا میشه این نقطه. بس کنیم ببر x ها منفیه، پس 0. ببین اگه اینو من مستقیم بیام از اینجا رو خوب نگاه کن، به این عمود کنم 0 رو محور x نشون میده، به خاطر این کوسینوس 90 صفره. یه ذره این ورترش بیام یه کوچولو از 0 کمتر رو نشون میده. عدد به 0 میشه بی نهایت، مثبت در منفی میشه منفی. خیلی مهمه و حواست باشه. بعدی رو بریم. گفته به سمت بینه تو بی نهایت که پرتوانه. پرتوان بالا رو ور میدارم، پرتوان پایینم ور میدارم. x هم میل میکرده به منفی بی نهایت. الان اینا رو وقتی که با هم ساده میکنیم متغیراش و x هاشون با هم میره، بالا منفی 1 میمونه، پایین 5. پس جواب میشه منفی چقدر بچه ها؟ 1. حله. این هم حدود زیر. سوال بعدی گفته از بین نقاط مشخص شده که به ما داده، یعنی این نقاط A و B و C و D و E، نمودار ما در کدام نقطه الف مقدار تابع 0 ولی مقدار مشتقش مثبت. خب بچه مقدار تابع 0 یعنی اگه اون نقطه رو به ایگرگا وصل بکنی باید عدد 0 رو نشون بدی. الان فقط A و E این ویژگی رو دارن که وصلشن به ایگرگا 0 نشون. گفته مشتق مثبت، اینجا ناحیه 1 به 3 مثبته، اینجا ناحیه 2 و 4 منفیه. پس اونی که مقدارش 0 و مشتقش مثبته
نقطه A میتونه باشه بچه، نقطه A بود. تو قسمت میگفته مقدار تابع مثبت، ولی مقدار، ببین این سه تا مقدار تابعشون مثبته. چرا؟ به ایگرگ وصلشن بالای محور وای ها رو نشون گفته، ولی مشتقش منفی باشه. مشتقش منفی یعنی شیبش، ببین این که صفره بدبخت، این هم بکشیم 1/3، پس این میشه 2/4، میشه نقطه C. نقطه C این که صفر بود، این مثبت، این هم منفی، پس میشه نقطه C که هم مقداراشون مثبته ولی مشتقشون یعنی شیبشون منفیه، یعنی خط مماس رو نقطه وصل میکنیم منفی رو داره ایمانشون. معادله نیم مماس به طول 1. خب بچه توی معادله نیم مماس راست، پس ما از سمت راست باید بررسی بکنیم حد تابع رو. گفتم قدر مطلق دیدیم باید تعیین علامتش بکنیم بچه. اگه اینو من بیام بنویسم داخلش رو x منهای 1 در x به علاوه 1، نیم مماس راست یعنی 1 بیشتر. 1 اینجا رسه، اینجا که 1 بذاریم که مثبت، 1 بیشتر 1 و 1/10، اینجا هم مثبت، اونم مثبت، بس کلا مثبت، پس قدر مطلق حذف میشه، قدر مطلق حذف میشه، مثبتش میاد بیرون، پس میشه ارزم به حضور شما تعریف مشتق لیمیت fx منهای fa. 1 رو بذاریم اونجا میشه 0 به روی x منهای a زمانی که x میل میکنه به سمت a. یه a رو همه جا 1 گذاشتیم و اینجا هم باید 1 بذاریم. درسته بچه‌ها؟ یعنی دارم f پریم 1 رو حساب میکنم از سمت راست، چون از سمت راسته پس داخلش گفتیم مثبت شد. الان اینجا براتون تجزیه کردم، یه بارم خودتون این کارو انجام بدید. پس میشه کلا x2 منهای 1 به روی x منهای 1 که ما میتونیم x2 منهای 1 رو تجزیهش کنیم، بنویسیم x منهای 1 در x به علاوه 1 به روی x منهای 1 زمانی که x میل میکنه به 1. اینا با هم میرن، 1 رو بذاریم اونجا میشه 2. پس شیبم شد 2. حالا که شیبم شد 2 میرم معادله مینویسم، معادله خطش رو مینویسم، میگم آقا ایگرگ ما من ایگرگ اونا شیب ایکس ما منهای ایکس اونا. گفتم توی معادله خط همیشه ایگرگ دومی و ایکس دومی و شیب خداحافظی میکنه. شیبمون چند بوده؟ همون مشتقمون بوده، 2 بود. درسته؟ حالا دقت کن، اگه قائم میخواست 2 رو باید قرینه و معکوس هم میکردیم، شد منفی 1/2. خوب دقت کنید. الان بچه ها طول رو داده 1 رو ببین، طول رو داده 1 نگه هر صفر همیشه اینطوری نیست، بعد طول رو بذارید تو معادله شاید 5 تولید کرد دیگه که 5 داد. الان 1 رو اینجا بذارم یعنی اف یک اینو تشکیل بدنم، به جای این 1 بذارم جواب 0 میشه. پس ایگرگ 0 به این علت اینجا جایگذاری کردم، من 1 رو اینجا جایگذاری کردم و ایکس به من چیز میام، ایگرگ به من چند داد؟ 0 داد. به خاطر اینه که من از 0 استفاده میکنم. ایگرگ رو 0 داد، ایکس مونم که 1، پس ایگرگ برابر است با 2x منهای 2. این معادله نیم مماس راست اون تابع است که نوشتیمش. سوال خیلی قشنگ. اما مشتقا رو دوباره من هم ضربی رو توضیح دادم هم کسری رو توضیح دادم. 1401 اول اونو ببین. بخوام مشتق بگیرم میگم مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت مخرج به توان 2. مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت مخرج به توان چی بچه ها؟ 2. این هم تابعی ضربیه. اگه بخوام مشتقشو بگیرم میشه مشتق اولی که خودش رادیکالیه. گفتم رادیکالی رو چیکار کنم؟ 401 مشتق زیرشو بذار صورت، 2 برابرشو بذار پایین. مشتق اولی در دومی به اضافه مشتق دومی که x2 میشه 2x هم مشتقش میشه 2 در خود اولی. این صورتی ها خود اون تابعاست که نوشتم 3x به علاوه 1 میشه مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی. گفتم 3 تایی هم باشه چجوری میریم؟ 10 تایی هم باشه چجوری میریم؟ کجا گفتم؟ خرداد 401. تابع بعدی که به من داده تا اینجا شده نزدیک 20 دقیقه بچه‌ها. تابع بعدی که به من داده قد متوسط بر هست. بله
آهنگ متوسط. گفتم آهنگ متوسط رو چیکار کن؟ میگی اف ثانویه منهای اف اولیه به روی ثانویه منهای اولیه. گفتم لحظه خاص چیکار کن؟ مشتق بگیر. تمام شد. اف 25 جذر 25 میشه 5 7 5 تا میشه 35 تا 35 تا با اونم 50 تا میشه 85 تا صفرم بذاریم میکنه 50 بنای 50 پایینم که 25 بالا میشه 35 پایین میشه 25 جفتم به 5 بریم میشه 7 50. اگه از شما لحظه خواسته بود از اون مشتق میگیری مثلا تو لحظه ای مثلا تو ماه مثلا فلان 5 آخر مثلا 50 به جای اون متغیر میذاشتیم. راجب جدول تغییرات از ما پرسه صعودی نزولی گفتم مشتق بگیر مساوی 0 جدول تعیین علامت. برو بریم مشتق بگیریم میشه 3x2 منهای 12 مساوی 0 از یه 3 فاکتور میشه x2 منهای 4 مساوی با 0 پس x2 منهای 4 مساوی با 0 پس x میشه مثبت و منفی 2 چون x2 میشه 4 x میشه مثبت و منفی. جدول براش میکشم خیلی راحت f پریم و رفتار f رو نگاه میکنم میگم منفی 2 رفتار f رو نگاه میکنم. اینجا هم 2 ریشای صورتن ضریب گنده‌شون هم مثبت ریشه ساده یکی در میون عوض میشد جایی که مثبت بود صعود نزول صعود. گفته در چه بازه هایی صعودی اکیده از منفی بی نهایت تا منفی 2 اجتماع نذارید. اشتباه علتشو سر کلاسه کنکور گفتم حالا نمیخوام برای امتحان از و استفاده میکنید توی اینا چون ممکنه دوباره بخواد بره بازه بعدی یه افت شهید داشته باشه بعد بره بالا. به خاطر اینه ما از و میگیم اینجا بوده و دیگه کجا بوده و دیگه از اینجا هم صعود کرده از 2 به بعد از 2 به بعد از 2 تا مثبت بی نهایت اکیدن صعودی بوده یا صعودی اکید. مشتق مساوی 0 جدول تغییرات مشتق و تعیین علامت. خیلی ساده است. گفته نشون بده در بین یه مستطیل هایی با این بچه کلمه محیط بوده با محیط 16 بیشترین مسافت. ببین بچه ها محیط یعنی جمع مساحت یعنی ضرب. گفتیم جمع بده ضرب بخواد 50-50 میریم امتحان نهایی نه تو تست. اینجا یکی رو برعکس به یکی دیگه پیدا میکنیم مشتق مساوی 0 اون یکی متغیر رو پیدا میکنیم. آقا فروخی یعنی چی؟ وقتی میگه محیط شده 16 یعنی 2 برابر طول به علاوه عرض شده 16 یعنی 2 رو با 16 ساده کنیم x به علاوه y ما بوده 8. از اینجا میتونم y رو نگه دارم x رو ببرم اونور میشه 8 من x فرقی نمیکنه میتونی x رو نگه داری y رو ببری اونور. حالا چون مساحت خواسته یعنی x ضرب در y خب به جای x که از x استفاده میکنم به جای y 8 من x می‌نویسم اینجوری. حالا اینا رو تو هم ضرب بکنم میشه 8x بن x2 این میشه تابع اصلی از این مشتق میگیرم مساوی 0 میزنم. بریم مشتق بگیریم میشه 8 منهای 2x مساوی با 0 از اینجا 8 مساوی با 2x پس x مون چند میشه 4 میشه. مشتق گرفتم مساوی 0 x پیدا شد x شد 4 پس اینجا y هم میشه 8 منهای 4 میشه 4 پس y هم شد 4 پس اس من که میشه x ضرب در y میشه 4 تا. بچه اصلا کاملا تابلوه دیگه. شما 4 ضلعی بیشترین مساحت رو بدونه که مربع باشه. مثال بزنم شما فکر کن مثلا به شما متر دادن میان زمین جدا کن 2000 متر محیطش 2000 متر اینجا رو 800 تا میره اینجا رو 800 تا اینجا رو 200 تا اینجا هم 200 تا محیط اینا چقدر 2000 ولی مساحتش میشه 2 8 16 تا 1 2 3 4 میشه 160,000. ولی اگر شما بیای اینو 500 تا اینجوری بری 500 تا اینجوری بری 500 تا اینجوری بری 500 تا اینجوری بری 5 تا 25 تا اینم 1 2 3 4 میشه 250,000 میشه 160,000. اینجا مساحت بیشتری گیرت اومده زمین پس هرچی مربع تره مساحتش بیشتره با همون محیط ها. یعنی ممکنه محیط اون زمین 2000 بود محیط اونم 2000 بود یعنی دورش ولی مساحتش که اصل کاره زمانی بیشتر میشه که مربع تر میشه. خب اینم یه نکته بود که باید میگفتیم.
در بیضه مقابل فاصله کانونی رو خواسته، درسته؟ چیز دیگه که نخواسته بود. نه اون دیگه مثلا سوال دیگه. فاصله کانونی رو محاسبه کنید. چشم. کل شیشه یعنی 3 تا اینجا 3 تا اینجا یعنی B بوده 3. کلش 10 یعنی 5 اینه 5 اینه یعنی A بوده 5. FF پریم خواسته اینجا 3 اینجا هم 3 یعنی 2C رو خواسته. اگه A 5 باشه که گفتیم حکم وتر داره همیشه A، اثباتشو گفتم توی چون MF بله MF پریم برابر با AA پریم بود توی قطر بزرگ بود، اثباتشو گفتم. B مونم 3 یعنی یه دونه زلا C رو خواسته. خب طبق فیثاغورس میخوای بری وقتی وتر 5 و یه حواست باشه وتر 5 باشه یا یه دونه زل دیگه 5 نباشه برداری بگی اون یکی 3 4 5 رو بنویسی به چخ بری. اون 5 چون وتر 5 این 3 پس اون چنده 4 C میشه 4. یا میتونی از رابطه A2 مساویه با B2 به علاوه C2 اگر عدد فیثاغورسی مفرده اونو پیدا بکنی. پس C شد 4. پس فاصله کانونی FF پریم میشه 2 تا C که میشه 8. جواب چند میشه بچه ها؟ 8. تابلو هم بود دیگه، این 6 اون 10 اونم 8 ضرب در 2 شد از فیثاغورسیش. ولی امتحان نهاییه بچه ها. چقدر ساده بوده خدایی. گفته معادله گسترده اینو به داده مختصات مرکز و شعاع خواسته. ببین اگر بسته بود که تو 401 گفتم نوشتم این معادله برات، اگه گسترده باشه مرکز چجوری به دست میاد؟ مرکز چجوری به دست میاد اگر به صورت گسترده باشه؟ نگاه کنید. ضریب x ضریب خود x خالی نه x2 قرینه کن تقسیم بر 2. این قرینش میشه 4 تقسیم بر 2 میشه 2. اینم قرینه کن تقسیم بر 2 میشه منفی 2 دوم که میشه منفی. این میشه مرکز. حالا خواستید شعاع به دست بیاری، گفتم توان 2 این که میشه 4. توان 2 این که میشه 4 به علاوه توان 2 اون یکی که میشه 1 منهای این عدد ثابته. عدد ثابته منهای 4 منهای 4 که اینا میشن 5 میشه 4 میشه رادیکال 9. رادیکال 9 میشه 3. پس شعاع شد 3 مرکزم به دست آورد. اما قسمت ب گفته آیا این نقطه روی محیط قرار داره؟ بازم میگم اول خرداد 401 رو برو نها کن. من یاد دادم توی گزینه تستیش اومده بود اوایل فایل، گفتم این نقطه ها رو صدق بده. الان به جای x 0 بذار، به جای y 3 بذار، میشه اینجا توی این معادله میشه 0 به علاوه 3 به توان 2 9 2 3 تا 6 تا منهای 4 0 تا 0 تا منهای 4. بچه‌ها اونجایی که ظاهرش مشخصه این میشه 15 منهای 4 میشه 11. چون مساوی 0 نشد پس میگیم خیر. اگر مساوی 0 میشد یعنی صدق میکرد روی محیط دایره پس روش قرار گرفت بود، اما چون الان مساوی 0 نشده پس روی محیط قرار نگرفت. اینم سوال 15 بوده، خیلی ساده بوده. سوال بعدی الان من فایل دارم نگاه میکنم کلن 28 دقیقه شده تا اینجا و عالیه. این گفته 4 ظرف یکسان داریم، پس ما اول میریم کلمون رو نصف میکنیم. ظرف اول 1/4، ظرف دوم 1/4، ظرف سوم 1/4، ظرف چهارم 1/4. چون 1 رو تقسیم بر 4 کنی میشه 1/4. درسته؟ 1/4. خب در اولین ظرف اول مهر انتخابی باید قرمز باشه، اینو حواست باشه. در اولین ظرف 10 مهره قرار داره، 6 تاش قرمزه. 10 تا 6 تاش قرمزه، احتمال قرمز نبوده، پس میشه 6 دهم. 6 دهم. در ظرف دوم همه مهره‌ها قرمزن. خب همه مهره‌ها قرمزن، احتمال همه میشه 100 صدم میشه 1. در ظرف سوم 12 تا 4 تاش قرمزه، خب میشه 4 دوازدهم. میشه 4 دوازدهم. و در ظرف 4 اصلا وجود نداره، نشدنی بوده، این احتمال 0 بوده. حالا گفته دونه انتخاب می‌کنیم مهره با کدوم احتمال قرمزه. خب بچه‌ها اینا رو محاسبات انجام بدیم. این که میشه 6 چهلم به اضافه 1/4 به اضافه اینم با این بزنیم 1 دوازدهم
به اضافه 0 مساوی است. 6/40 هم میشه مثلا اینو به 2 ساده کرد بشه 3، اینم به 2 ساده کرد بشه 20. بین 24 و 12 میتونیم 60 رو بگیریم مخرج مشترک. 20 3 برابر، اینم 3 برابر میشه 9. ماشین حسابم دارید استرس نگیرید. 4 ضرب در 15 شده، اونم ضرب در 15 میشه 15. 12 هم ضرب در 5 شده، اونم ضرب در 5 میشه. اینا با هم میشن 14 با 15 میشن 29. احتمال 29 60 مهره انتخابی قرمزه. بازم میگم بچهای من حتما بنویسید. کافیه برید توی گوگل سرچ بزنید این آدرس رو، یا توی آپارات تشریف فرما بشید، فرقی نمیکنه، اون بهتره چون لینک مستقیم داره. بزنید aparat.com فرخی underline education. فرقی نمیکنه. و اگر همین یه تیکم بزنید توی اینستاگرام هم بیشترین خبرها، یعنی اینجا که برای ضبط میکنم همه خبرهای نهایی و کنکور و همایشا کلاسای رایگان همه رو روی اون صفحه ما براتون میذاریم. امیدوارم که این فایل هم به دردتون خورده باشه. خسته نباشین. حتما اینا رو یه دور حل بکنید. تمرینای کتابم براتون حل کردش رو روی سایت گذاشتم، حتما نگاه بکنید. ان شاءالله بهترین نتیجه رو بگیرید. یا علی مدد. خدا نگهدارتون باشه.